روز دوشنبه در پایتخت قزاقستان شهر آستانه مذاکرات صلح سوریه با اشتراک هیئت حکومت بشار اسد و مخالفین آن آغاز یافت. یک روز پیش از آن روسیه، ترکیه و ایران پیشنویس سازش صلح را تهیه کردند که هدف آن تحکیم آتشبس محیط کبر و ارزیابی دریافت راه حل آسایشته نزاع 6 ساله در سوریه است. این اولین ملاقات روبروی هیئت‌های حکومت و مخالفین سوریه است. این روند که در ژنو تحت سرپرستی سازمان ملل متحد شروع شده بود، یک سال این جانب خاموش بود. در آغاز نشست آستانه، وزیر کارهای خارجه قزاقستان پیام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را ارائه کرد. غیرت عبدالرحمانوف گفت: واخوری امروزه شهادت واضح کوشش‌های جامعه جهانی برای دریافت راه حل آسایشته نزاع در سوریه است. قزاقستان باور دارد که یگانه راه رفع بحران مذاکرات است که بر پایه اعتماد و همدیگر فهمی جریان خواهد گرفت. در عرصه مذاکرات، رئیس هیئت سوریه با خبرنگاران ملاقات کرد. البته این ملاقات جدولی کاری است و مسائل معین دارد. هدف دستیابی به آتش بس و عقب کشیدن گروه های مسلح است که برای اشتراک در این مذاکرات راضی شدند. باید آنها را از نصره و گروه دولت اسلامی جدا کرد و برای مقاومت با تروریسم به موافقه رسید. این برای همه اشتراکداران مذاکرات در آستانه مثل امتحان خواهد بود. ایالات متحده آمریکا را در مذاکرات سفیر این کشور در قزاقستان جورج کرول نمایندگی می‌کند. ما امید داریم که هنگام مأموریت دونالد ترامپ تلاش آمریکا به سوی حل مصالحت‌آمیز نقش مثبت خواهد داشت. طبق اطلاع رسیده، مخالفین حکومت میگویند که تنها درباره رعایت نظام آتش بس و انتقال کمک‌های بشری صحبت خواهند کرد. به گفته آنها، گروه‌های شبه نظامی زیر سرپرستی ایران آتش بس را رعایت نمی‌کنند. دور بعدی مذاکرات صلح سوریه 8 فوریه در ژنو دایر خواهد شد.